سوال سختی. خیلی زمان میبره من بگم کیم. راحت باشه. خب این تو ذات همه ما انسان هاست که یه جورایی به طبیعت وابسته ایم و یه جورایی با طبیعت زندگی میکنیم. در واقع زندگیمون خلاصه میشه تو طبیعت. درود بر شما. سوال سختی. من واقعیتش از خب این تو ذات همه ما انسان هاست که یه جورایی به طبیعت وابسته ایم و یه جورایی با طبیعت زندگی میکنیم. در واقع زندگیمون خلاصه میشه تو طبیعت و درستش همینه که با طبیعت زندگی کنیم، نه اینکه خودمون بخوایم زندگی کنیم. از قدیم حالا بنابر شرایطی که بود، با فاصله‌ای که با کویر داشتیم، بیابون داشتیم، بیشتر به قسمت کویری طبیعت وابسته شدم و حالا یه زمانی با بابامون میرفتیم، بعداً خودمون سرپاتر شدیم، گفتیم خب تنهایی بریم و ادامه داشته تا الان و این علاقه و این اعتیاد همچنان پاورجاست. من اولین بار موقع سنم کم بود، یادم زمان تویوتاهای 80 و 78 چارچراغ و اینا بود، تکتفم بودن. یه وقتایی میرفتیم، حالا بابای ما میخواست از ما کار بکشه، میگو برو این کار انجام بده، ما هم از خودمون بود ماشینه رو بر میداشتیم میرفتیم یه دوری هم برای خودمون میزدیم. حدوداً اون موقع کلاس سوم دبستان و چهارم دبستان اینجوری دیگه به زور یه جورایی پامونه میرسوندیم به کلاج و ترمز. و از همون زمان من چون پدر بزرگم یه جای زندگی میکرد که کنارش یه ریگستان کوچولو نه خیلی بزرگ بود و اون زمان بالاخره این امکانات نبود، روستا بود، یه روستای دور افتاده هم بود و گهگداری که میرفتیم همیشه میگو برام هیزم بیارید که بتونیم غذا بپزیم، نون بپزیم و این بهترین فرصت من بود، چون بابا میگو من میشینم اینجا با پدر بزرگت اختلاط میکنم، مال تو عموهاتو بردار برو کارهای پدر بزرگ انجام بده. و این سری ما میرفتیم داخل اون ریگستان و دیگه همون داستانای گیر کردن و هل دادن و خودمون باش اونجا لذت میبردیم و هم کاری انجام داده بودیم هم به اون چیزی که خودمون میخواستیم میرسیدیم. حالا بعداً کم کم سن رفت بالاتر و وارد ریگستان‌های دیگه شدیم، حالا بنابر شرایط یه مدت‌های ایران شهر زندگی میکردیم، اونجا هم ریگستان‌های زیادی داشت. ما اوقات فراغتمون رو سعی میکردیم بریم اونجا، با موتور تست کردیم، با ماشین تست کردیم و همینجور ادامه داشت تا دیگه رسیدیم به جایی که ته ریگستان‌های ایران باشه. ایران شهرش رو بخوام بگم از سال 63 64 بود که ما اونجا میرفتیم میومدیم. حالا اون قبلیشو بگم زمان مثلا منزل پدر بزرگ و اینا رو بگم سال مثلا هولوش 60 این هولوش بود که دیگه بالاخره اومدیم و وارد بزرگی شدیم، ولی خب حاشیه گردی میکردیم بیشتر. همه میگفتن رد شدن از اینجا غیر ممکنه، ما هم به طبع تجربه دیگران اینو پذیرفته بودیم تا اینکه یه سفری که از گرمسار میخواستیم بریم به انارک که سفری بود که حمید خان خوابشو دیده بود و ما هم که دیگه از خودمون بود در جوار استاد بریم و یه چیزایی که حالا یه تجربه قبلی هم داشتن، یه جای ناشناخته‌ای بود که اونا رو میخواستن ببینم و رفتیم و تو این سفر اون سفر رو طراحی کرده مثل حمید خان. از همون زمان من چون پدر بزرگم یه جای زندگی میکرد که کنارش یه ریگستان کوچولو نه خیلی بزرگ بود و اون زمان بالاخره این امکانات نبود، روستا بود، یه روستای دور افتاده هم بود و گهگداری که میرفتیم همیشه میگو برام هیزم بیارید که بتونیم غذا بپزیم، نون بپزیم و این بهترین فرصت من بود، چون بابا میگو من میشینم اینجا با پدر بزرگت اختلاط میکنم، مال تو عموهاتو بردار برو کارهای پدر بزرگ انجام بده. و این سری ما میرفتیم داخل اون ریگستان و دیگه همون داستانای گیر کردن و هل دادن و خودمون باش اونجا لذت میبردیم و هم کاری انجام داده بودیم هم به اون چیزی که خودمون میخواستیم میرسیدیم. حالا بعداً کم کم
سن رفت بالاتر و وارد ریگستان‌های دیگه شدیم. حالا بنا به شرایط یا مدت‌های ایران شهر زندگی می‌کردیم. اونجا هم ریگستان‌های زیادی داشت. ما اوقات فراغتمون رو سعی می‌کردیم بریم اونجا، با موتور تست کردیم، با ماشین تست کردیم و همینجور ادامه داشت تا دیگه رسیدیم به جایی که ته ریگستان‌های ایران باشه بکردیم. چون تفاوت اون اقلیم و تفاوت اون بافت یه سری جا تجربه شما نداشتیم. خب اینا رو اونجا به دست آوردیم. امکانات هم اون موقع چیز خاصی نبود که ما این سفر انجام دادیم. خب بالاخره هنوز دوستان تو این بحث تیونینگ و این داستانا نرفته بودن. مثلا من یادمه ما به جای اینکه بتونیم این میول و یه وسیله روش بذاریم که بره، مجبور شدیم اینو جفت چرخ کردیم. چجوری؟ حالا یه لوله خود حمیدخان جوش داد و این ورش جاپیچ و اون ورش جاپیچ. مثلا تو سفر تکمیلی ما پیشرفته ترین چیزی که داشتیم یه لنکروز سوپردار بود. اونم سوپرش حالا نمیدونستیم که خوب داره کار میکنه یا بد کار میکنه، ولی خب مثلا خیلی خوشحال بودیم که یه همچین ماشین قوی داریم. و یا نهایتش یه های لیفت بود و یه بیل بود و یه تسمه. چیزی دیگه ای ما نداشتیم که بخوایم ازش استفاده کنیم. یا الان جدیدا میگن سن لدر و فلان، ما میگفتیم تخته. اون تخته مثلا یه تیکه نصف بشکه بود که ما اینو مینداختیم زیر ماشین و رد میشدیم. حالا این میول یه وینچ داشت، کل زندگی ما اون بود. هم خودش رو میکشید هم ما رو میکشید و با اون وینچ. یا مثلا محمد یه وینچ هیدرولیکی بسته بود، این تق اون پینش میشکست، ما زیر ماشین بودیم پینه رو جا میزدیم و کل التماس که آقا نشکن دوباره اون ماشین رو بکش. اینجوری بود با این امکانات. ما عرض شود حالا نمیشه گفت بگیم اولین کسایی هستیم که کویر رفتیم. بالاخره این کویر خدمت زیادی داره و آدمای زیادی رفتن و بهش سر زدن، ولی خب ما یه کاری میخواستیم بکنیم که قبلا انجام نشده بود و این عبور از کل عرض ریگستان بود. حالا نبگم کویر یا دشت، ریگستان اگر همون که توی منطقه و محلی ها بهش میگن بزرگ ریگ و واقعا بزرگترین ریگ ایرانه و برازندشه که بگیم بزرگ ریگ. حالا بعدا دوستان بنا به سلیقه‌شون یه اسمایی بهش اطلاق میکنه. خب این به ذهنمون اومد که بریم ببینیم میشه. پرسجو کردیم از هر کس، رأیشون منفی بود. میگفتن براتون ایجاد مشکل میکنه. حتی یه کسایی که تجربه داشت و پسر عموی من بود بهش گفتم، گفت میری ولی برگشتن تو نمیدونم برمیگردی یا نه. ما هم گفتیم باش حالا ببینیم چی میشه. یه سری امکانات مثلا اون زمان که بود نقشه های چاپی بود. مثلا ما یه نقشه تونستیم از یکی از ارگانا بگیریم، عد روش زده بودن ماسه‌های غیر قابل عبور، نه برای ما بزنن، از قبل رو نقشهشون این حک شده بود که منطقه غیر قابل عبور. و نهایتش یه گوگل ارث بود که اونم با CD های از قبل ضبط شده. حالا نقشه‌ای که مثلا ما تو سال مثال میزنم 2010 نگاه میکردیم مال نقشه 1995 بود. کلی از تغییرات ما نمیتونستیم، بعد آشنایی هم نداشتیم با این سیستم. یادمه مثلا آی سلامت تو خانم پیرامون یه GPS داشتن، اینقدر صفحه داشت فقط یه خط مینداخت. حالا شما نمیدونستین خط کدوم وری میره چجوری میره. ما اینا رو هم با خودمون داشتیم و بعد رفتیم دیدیم اصلا اینا به کارمون نمیاد. اصلا از روی اینا ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. پس بهتره اون چیزی رو که میبینیم و الان توی مشتمون ازش استفاده کنیم. بالاخره یه جای پیاده میرفتیم سر تیغه رو ببینیم، اون ورش چه خبره، این ورش آیا میشه ادامه داد همین مسیر رو. خیلی آزمون و خطا داشتیم. رفتیم تا یه حدودی اومدیم بیرون، دوباره از غرب ریگ شروع کردیم به سمت شرقش بریم. یه سری از دوستان رفتن، یه سری دوستای دیگه اومدن جایگزین شدن و انجام شد. انجام که شد این اولین تجربه‌مون بود و به اصطلاح یه کاری بود که قبلا نشده بود و انجام شد. این دیگه بیشتر وسوسه‌مون کرد حالا سری بعد بریم. یکی دو سال گذشت گفتیم خب حالا ما از شرق به غرب رفتیم، از جنوب به شمال هم بریم ببینیم این اتفاق میفته و افتاد. و اونجا بود که دیدیم با هر سرسختی که طبیعت داشته باشه و شما بخوای میتونی، به شرط اینکه با طبیعت رقابت نکنیم، با طبیعت رفاقت کنیم.
خودتو بسپاری بهش. هر جا که راه داد بگی که دست در نکنه، هر جایی هم که راه نداد اجبار نکنی به طبیعت. اجبار کنی یه جوری خودت شکست میخوری، طبیعت رو نمیشه شکست داد، یه جوری خود آدم شکست میخوره و بهتر اینه که از اون در رفاقتی وارد بشه، بهتره به نفعش. ما تو سفر اول که قرار شد از ارز بزرگ رد بشیم، خب یه نقطه کوری زیادی جلومون بود، نمیدونستیم. حالا از کسایی هم که پرسیدیم به ما نشده کارو میگفتن، یعنی میگفتن اگر این کارو انجام ندید بهتره، شاید خطرات جدی داشته باشه، شاید اصلا انجام نشه. خب ما هم به طب سعی کردیم یه جوری بریم که بتونیم یه کاری انجام بدیم. از دوستان گلچین کردیم، حمید خان و بقیه دوستان یه جوری برنامه رو چیدیم که بالاخره بتونیم به جای برسیم. مثلا از راننده‌های خوب دعوت کردیم، مثلا حاج پرویز از راننده‌های قوی ایران بود، یا مثلا میول و ماشین محکمی حساب کردیم گفتیم با ما باشه. آقای سلامت با خانومشون گفتیم خب اینا نقش خان هستن، از جی پی اس و گوگل ارث و اینا سر در میارن. نمیدونم عمو محمد ماشینش اسمش گذاشته بودیم آتولیه، میگفتیم این ابزارهای خوبی داره ببریم، یا نمیدونم درک ماشینش سوپر داره، از این داستانا سر در میاره. بالاخره یه تیمی رو گفتیم که قوی باشه ازش استفاده کنیم و وارد شدیم و خب معما چون حل شود آسان گردد. حالا شاید برای ما سخت بود تو اون شرایط با اون لوازم و با اون آشنایی که داشتیم، چون آشنایی ما تقریبا 10% بود. ما حاشیه رو گشته بودیم ولی اون موقع نرفته بودیم. بعد که رفتیم و آسون شد فهمیدیم خب این یه کار مشترک بود، یه کار اشتراکی بود. یادم مثلا یه جا ماشین محمد فنرش شکست، فنر همراهش نبود ولی من فنر آورده بودم. مثلا این فنر آوردن من باعث شد که اون ماشین رو ما بتونیم بکشیم بیرون. یا مثلا یه جای یه ماشین دیگه فلان چیزش خراب میشد، میدیدیم محمد یه سنگ فلز کوچولو هم با خودش آورده که بشه روشنش کرد و اون ما رو راه مینداخت. اینجا بود که واقعا فهمیدیم که کار گروهی تا تکروی خیلی تفاوت داره. آدمای تکرو به نظر من هیچ وقت شاید به مقصد نرسن، اگرم برسن از بین رفتن، یعنی نفسای آخرشون رو میرسونن. و این طبیعت گردی هم دقیقا همون داستانو داره. من نمیتونم ادعا کنم که من ته طبیعت گردیم یا فلانی استاد طبیعت گرده. بالاخره تو این مابین یه کسایی پیدا میشن که یه هنری دارن که من ندارم، یا یه هنری من دارم که ایشون ندارن. سر همین میگیم که آدما سعی کنن از تجربیات دیگران استفاده کنن تا اینکه بخوان خودشون یه چیزی رو با مشقت تجربه کنن. یه چیزی ساخته شده، این لیوان الان ساخته شده. من به جای اینکه بخوام کل وقتم رو بذارم چندین سال که یه لیوان درست کنم که بعد توش چای بخورم، خب هزینه‌اش خیلی برای من بیشتر از اینه. خب برم همین لیوان رو بگیرم ازش استفاده کنم. این کار آدم رو راحت‌تر میکنه. سر همین وقتی میگیم آقا مثلا از یه تجهیزات افتر مارکت استفاده کنید به نفعتونه، به خاطر این نیست که بگیم آقا اون جنس حالا ما نمیدونیم یا کم. اون آدمی که اونو ساخته خودش این خاکو خورده، خودش پشت این ماشین کمرش درد گرفته، بیچاره شده، تا به این فکر افتاده که آقا یه چیزی باید درست کنیم که این ضربه رو ازمون رفع کنه یا این داستان رو ازمون برداره. پس اینا همه برمیگرده به اون کسایی که زحمت ها رو کشیدن، تجربه ها رو طی سالیان زیادی به دست آوردن، ولی در یک لحظه میدن تحویل ما و ما خیلی راحت میتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا این مابین هم باز یه تجربه خود ما هم شاید کسب کنیم. خب اینم اگر خیلی خیلی بخوایم معمولیش هم بگیم باید سخاوت داشته باشیم، تجربه هامون رو با بقیه اشتراک بذاریم. تجربه ای که من برای خودم نگه دارم هیچ وقت هنر نیست، یه پسندازیه که شاید به درد منم نخوره، میراث خورم نداشته باشه، ولی وقتی اینو
با بقیه در میون میذارم، به بقیه منتقل میکنم، این میراث همینجور ادامه داره و همینجور به قول معروف در گردشه و آیدی داره. ببینید بعضی وقتا مشکلات باعث ساختن آدم ها میشه. یعنی اگر تا مشکلی نباشه راهکارش پیدا نمیشه، باید یک گره‌ای باشه که به فکر باز کردنش بیفته. خب ما توی کویر که میرفتیم با چالش‌های مختلفی مواجه میشدیم، از جمله مثلا ماشین خراب شدن. ما تو همون سفر اول دیسک و صفحه میول رو آوردیم پایین و عوض کردیم و بستیم. خب نه جر ثقیل داشتیم، نه چاله سرویس داشتیم، نه هیچ. اونجا مجبور شدیم فکر کنیم که چه کار کنیم که این گیربکسه نیفته زمین. من یادم از وسط این طناب بستیم، رو سقفش یه آهن بستیم، بعد اینو خود این طناب حالت جرثقیلی بهش دادیم که بتونیم این گیربکس رو نگه داره. اگر میخواستیم اون میل رو بکسل کنیم تا شهر بیاریم خیلی اذیت میشدیم. اگر میخواستیم گیربکسش رو باز کنیم بیاریم شهر رو دوباره درست کنیم بازم همون داستانا بود. اینجاست که یه وقتایی توی طبیعت باید به فکر چاره باشی. یعنی اگر زود آدم بخواد به قول خیلی عامیانه وا بده، زحمتش تو برابر میشه و موتور ماشین خراب میشد. خب یا باید بکسل میکردیم که خب خیلی هم این کار کرده بودن، دچار حادثه شده بودن، تون پستی و بلندی اون داستانا. یدک کشیدن یه ماشین کار آسونی نیست، ممکنه خودش حادثه ساز باشه. به فکر افتادیم، گفتیم خب چه کار کنیم؟ به جای اینکه این همه زحمت بکشیم، خب یه موتور آوردنش راحت تره. موتور می آوردیم، عوض می کردیم، نمیدونم دیسک و صفحه عوض می کردیم. حتی یه بار یه ماشینی توی یه چاله‌ای بود که نه امکان این بود که خودشو ببریم بیرون، نه امکان این بود که اینو بتونیم بکسل کنیم و نه امکان این بود بعداً بیام سراغش. همونجا یاتاقان همراهمون بود، شروع کردیم یه شب تا صبح سماده زدیم میلنگ و از زیر ماشین و بدون اینکه موتور رو بیاریم پایین. یاتاقانش رو عوض کردیم. حالا تعمیر اساسی نشد ولی خب ماشین یه جوری شد با پا خودش بیاد برسه. همیشه این مشکلاته که آدم رو میسازه. یک نمیدونم کمک ضعیف باعث میشه که یکی به فکر ساختن یک کمک حرفه‌ای بیفته. یه مثلا ماشینی که دیسک و صفحه‌اش ضعیفه، وقتی با این چالش‌ها برخورد میکنه یه آدمی به ذهنش میاد که من یه دیسک و صفحه درست کنم که تو اون شرایط طاقت بیاره. بعد همینجور آدم میره جلو، ولی خب مشکلات هیچ وقت تموم نمیشه. شما هر چالشی رو رد کنی پشت سرش بالاخره یه چالش دیگه هست، یه مشکل دیگه است و اینه که اینجاست که میگن تجربه ها به درد میخوره. این تجربه ها رو هم گذاشته میشه و باعث میشه که رفع اون مشکلات بشه. یا یه وقت ما مثلا یه فیلمی بود بچه‌ها گرفتن خیلی هم وایرال شد. یه ماشین پمپ بنزینش سوخت، ما اصلا نه فرصت پمپ بنزین عوض کردن داشتیم، ماشین هم انژکتور بود، کاری دیگه ای هم نمیشد باش کرد. فکر کردیم چیکار کنیم که این ماشین رو تا کمپی که قراره بریم ببریم با خودمون، چون جایی هم نبود که کمپ کنیم، تایمی هم نبود که کمپ کنیم، باید به یه نقطه خاصی میرسیدیم که اونجا کمپ کنیم. فکر کردیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، و به فکر شیشه شور ماشین افتادیم. از شیشه شور به عنوان پاشش سوخت استفاده کردیم، جوری که پمپ بنزین و نمیدونم سوزن انژکتورها و ریل سوخت و همه اینا رو ما دور زدیم. ماشین عملا شد یه ماشین کاربراتی، سوخت توی دریچه هواکش پاشیده میشد توسط شیشه شور. ماشین با مکشه که میکرد اینو میکشید و میسوزوند. ماشین رو همینجوری بردیم رسوندیم تا اونجا و دیگه شب دست و بالمون باز بود، بازش کردیم بستیم. در حالی که بعداً خیلی ها گفتن این فتوشاپ و فلان و خب اساتید زیادن دیگه. مثلا من یادم یکی از دوستان نوشته بود من 20 سال پیش با پراید این کارو کردم. گفتیم خب پراید 20 سال پیش اصلا تو ایران نبود، شما چجوری این کارو باش کردی؟ یا یکی میگفت نمیشه، اصلا این قدرتش کمه، نمیتونه پشت سوزن سوخت. میگفتیم آقا مثلا پشت سوزن سوختو نبردیم، مثلا سوزن رو دور زدیم، سوخت از یه جای دیگه میره، ربطی اصلا به سوزن نداره یا ربطی به فشاری نداره. منظور پاشیدن این سوخته که بره تو اون دریچه گاز و اینو ما توسط این تونستیم بپاشونیم. اینا همه برمیگرده به اون
مشکلاتی که ایجاد میشه و وقتی که مشکل ایجاد شد باید وایستی. اگر بخوایم از مشکل فرار کنیم یا احساس ناتوانی کنیم میمونیم توش، نمیتونیم کار رو انجام بدیم. باید اونجا وایستی، فکر کنی، زحمت بکشی، سختیشو قبول کنی تا بالاخره به یه نتیجه‌ای و به یه خروجی از اون داستان برسی. دستتون درد نکنه. ببینید اون ذهنیتی رو که بعداً رفتیم و دیدیم نداشتیم نسبت به اونجا. یه چیزی نهایتش در حد مثلا اون حاشیه‌ای که رفته بودیم تو ذهنمون بود. خب جیپ میول هم گفتیم خیلی ماشین محکمیه، ماشین سختی. حمید خانم که خب میولو عین کف دستش میشناسه، هر اتفاقی هم بیفته حمید خان رفعش میکنه. رفتیم ولی خب به این فکر نکرده بودیم که ما یه حد اقلا و حد اکثرایی برای شتابگیری، برای سرعت نیاز داریم که بتونیم یه جایی رو رد کنیم، یه تیغه‌ای رو، یه شیبی رو. میول هم بنده خدا خب 60 کیلومتر نهایتش تو اون جایی هم که زیر پاش سفت باشه. ما اینو برداشتیم رفتیم، ولی خب باز حمید خان با تجربه‌ای که داشت یه ذره به ایناش فکر کرده بود، حالا یه سری آلات و ادوات درست کرده بود که بشه چرخای این میل رو دوبل کرد. رفتیم روز اول دیدیم نه نمیره این، گفتیم 8 چرخش کنیم، دیدیم سنگین تر شد، دوباره گفتیم 6 چرخ. حالا 6 چرخ نتیجه بهتری داشت هم نسبت به 8 و هم نسبت به 4. ولی یه جای دیدیم نه این سرعتی که باید ما از اینجا بتونیم باش رد بشیم حداقلش رو کف 100 کیلومتر 120 کیلومتره که اون نهایت برسه به دنده 1 و بدبختی و رد. و میول نمیتونست 60 تا داشت، 60 تا باید قرض میگرفت، کسی هم نبود بهش قرض بده و مجبور میشدیم یه جایی واقعا اینو کولش کنیم، یعنی با وینچ و با کشیدن و با این داستانا. و اونجا هم یه ایدای عجیب غریبی هم به ذهنمون میرسید. من یادمه یه جایی میولو بسته بودیم که بکشیم، نه وینچش جوابگو بود و نه ماشینی میتونست اینو بکشه. خب لنکروزمون رو بردیم جلو، هایلوکس و عقب، میول وسط بود. یه غرغره به لنکروز بستیم، نخ میول رو از اون رد کردیم، دوباره آوردیم از بغل میول گذروندیم بستیم به هایلوکس. من با هایلوکس دنده عقب میرفتم، زور میزدم چون شیب بود و میتونستم عقب برم. وقتی عقب میرفتم میول که سبکتر بود کشیده میشد به جلو. میگم آدم یه چیزایی رو باید تو اون لحظه اونجا بره تجربه کنه، حالا ابداع کنه، به ذهنش بخوره، سلیقه‌ش رو خرج کنه. یه جایی یه شیب خیلی بلندی بود، خب ما میخواستیم از این شیب رد شیم، نه سرعت میول جواب میداد و نه ما میتونستیم اینو با کشیدن ببریم. خب توش مونده بودیم وسط یه شیب، گفتیم چه کار کنیم چه کار نکنیم. همه بچه‌ها ایده‌مون رو هم گذاشتیم. لنکروزیمون که قوی‌تر بود، لنکروز رو بردیم روی لبه یه تیغه که بخواد رد شه، اونجا نگه داشتیم. یه غرغره بستیم به سپر عقب لنکروز و یه تسمه که نمیشد ولی خب سیم بوکسل رو بستیم به میول، از غرغره لنکروز رد کردیم، دوباره آوردیم از بغل میول رد کردیم بستیم به هایلوکس. هایلوکس چون توی شیب بود و وزنش بیشتر از میول بود، دنده عقب و راحت میرفت، از شیب میتونست بره پایین. ما به اصطلاح هایلوکس رو از شیب میبردیم پایین، در عوض میول میرفت بالای شیب، چون اون سیستمی که اونجا گذاشته بودیم اینو میکشید به بالا و این یه ترفندی بود که تونستیم بالاخره یه جورایی بتونیم کارمون رو راه بندازیم. خیلی چیزا رو باید همونجا بری و همونجا یاد بگیری، همونجا تجربه کنی، همونجا اعمال سلیقه کنی که حالا یا میگیره یا نمیگیره، باید اونجا لم. هر شود شما هیچ وقت نمیشه یه حسی رو دوبار تجربه کنی، همیشه یه حساب و یه خاطره های یه بار اتفاق میفته، شاید مشابهش دوباره اتفاق بیفته ولی اون حسی که اولین بار بهتون دست داده رو شاید نگیرید. ما اولین بار که از عرض ریگ رد شدیم یادمه هممون وایستادیم نماز شکر خوندیم که هیچ وقت این تکرار نشد. اینقدر برا ما هیجان انگیز و اینقدر عالی بود این حس که هممون وایستادیم یه صف و نماز شکر خوندیم و تلفن ماورایی رو برداشتیم و به اون دوستایی که دوست داشتن با ما باشن و نتونسته بودن بیان به همشون خبر دادیم، گفتیم آقا ما رد شدیم، مثلا یه جور اعلام پیروزی کردیم که هیچ وقت دیگه اون حس تکرار نشد، چون
یه بار حسش کرده بودیم و بعدا راحت خیلی اومدیم رد شدیم، چون بار اول نمیدونستیم میتونیم رد بشیم یا نه و رد شدنش یه حس خیلی خوب بود. اما دفعات بعدی خب یه مسیری رو زده بودیم، فهمیده بودیم و میدونستیم میریم و رد میشیم و تموم میشیم. ما که میخواستیم عبور از بزرگریگو داشته باشیم، ولی نهایتش شد عبور دادن میول از بزرگریگ که خدا رو شکر انجام گرفت و یه خاطره خیلی خوب. من یادم این در میول از این پارچه‌ها بود، اینجوری میشد. بعضی وقتا حمید خان پشت فرمون بود، بعضی وقتا عقیل. به عقیل میگن دره رو ببند، این کمربندم نداره، یه جا کج میشه میفتی. میگن نمیشه، این از بس زود من باید وایستم پیاده شم، دره رو نمیخواد. این دره عین پرده اینجوری میشد بغل این ماشین، هی بسته میشد هی باز میشد. یا مثلا یه جایی عکسش هم هست، عکسش رو گرفتیم. خیلی از وسیله‌ای که رو سقف میول بسته بودیم اومده بود جلوی شیشه و قشنگ جلوی دید سرنشینا رو گرفته بود. اینا رو بلند ولش کن، همینجوری میریم از بغل نگاه میکنم. آره روز آخر من یادمه، حالا روز آخر نه روزای آخر، میول یه دونه دنده داشت، یه دنده سه داشت ولا غیر، نه عقب داشت نه جلو داشت، همین یه دونه دنده سه بود. خب بالاخره با یه ترفندایی که با کمک سنگین حرکت کنیم بعد بذاریم سبک و بعد خلاص کنیم، اینو همینجوری می آوردیمش. این فقط برسه با آسفالت با خاور میبریمش. رسیدیم با نزدیک آسفالت گفتیم خب خودش میره، ببریم زاهدان درست کنیم. رو آسفالت که رسیدیم حمید خان گفت اگه بشه همینجوری ببریمش، حالا اینوری کرمان ببریم درست کنیم نزدیک‌تر. گفتیم خب باش. که روز بعد زنگ زد گفت ما رسیدیم تهران، یعنی یه میول و یه دنده. ما همون دنده اومدن رسیدن تهران و دیگه بعدن اینجا درست شد. آخرین دندش که 60 بود، دنده سش فکر نکنم از 30-40 تا بیشتر میرم. ما با اینکه خیلی از تجربه هاشو نداشتیم و بعدن یاد گرفتیم، اون سفر اول بعد جوری خودسازی عجیب بود. یعنی خیلی از چیزا رو اونجا ما هم یاد گرفتیم و همین که خودمون رو ساختیم. یه چیزایی بود که خارج از ذهنیت ما بود، خارج از توان ما بود. ولی خب با همکاری دوستان، با اون ببینید اون زمان سفرهای ما یه جوری بود که بیشتر دوره همی بود، بیشتر رفاقت بود، بیشتر دیدن همدیگر بود تا اینکه ما بخوایم حالا یه عملی انجام بدیم، یه چیزی رو بخوایم ثبت کنیم. اینا نبود. گفتیم آقا بریم، حالا ما میخوایم یه هفته با هم باشیم، این یه هفته رو بریم فلانجا با هم باشیم. و اونجا میرفتیم، شروع چالش ها بود، شروع تجربه ها بود، شروع اشتراک تجربه ها بود، تجربه هامون رو مشترک میذاشتیم با هم دیگه و این شد یه پیوندی که بعدها مثلا از شرق ایران یکی پاشه بیاد به غرب ایران، یکی از شمال ایران بیاد، یکی از جنوب ایران بیاد، تو تیممون یه بلوچ باشه، یه فارس باشه، یه گیلک باشه، یه کرد باشه، یه لور باشه و این شد یه پیوند، یه آشنایی، یه رفاقت خیلی خوب و گسترش داده شده. از اون فضای بسته‌ای که مثلا اگر قبلش ما میخواستیم یه جایی بریم، اگر یه کسی میگفت، یا آماتور، یه کسی که نرفته بود میگفت میام، ما با ترس و لرز یا قبول نمیکردیم یا با ترس و لرز میبردیم با خودمون. ولی خب بعدن که این تجربه بیشتر شد، این دانش بیشتر شد، گفتیم خب بذار اینم بیاد، بالاخره فلانی هست، من هستم، تقی و نقی، اینو هندلش میکنیم. و سر همین من میگم اولین بار دوستان اگر میخوام بیان تجربه‌ای کسب کنن، سعی کنن مسئولیت خودشون رو کمتر کنن، ماشین رو از رو دوششون بردارن، رانندگی رو حذف کنن از اون سفر برای خودشون، بیان اون قلقایی رو که قبلا بقیه واسش وقت گذاشتن و تجربه کردن و یاد گرفتن، اونا رو از اینا منتقل کنن به خودشون که برای دفعات بعدی وقتی برای رانندگی هم میان یه چیزایی رو از قبل به دست آورده باشن. این نشه که یهویی شما بخوای هم استرس ماشین تو داشته باشی، هم استرس مسیریابی داشته باشی، هم استرس چگونه رانندگی کردن رو داشته باشی، یکم کار سخت‌تر میشه، طولانی تر میشه. همین الان هم که من میگم یک حسایی رو یه بار میشه
حس کرد و دیگه هم شاید تکرار نشه. هنوزم که هنوزه وقتی ما یه سفرهای بعدی رو میریم میگیم یادش بخیر فلان سفر اینجوری بود، یا مثلا شاید تکرار نشه اون سفر. اون برمیگرده به اون حس و حال و آدمایی که اونجا حضور داشتن و اون حس رو به هم دیگه منتقل میکردن. اون شما ببین لوت همیشه لوته، نه این که من بگم آقا سفر اول این لوت قشنگتر بوده الان ضعیفتر شده، یا اول ضعیفتر شده الان قویتر شده. این قوی بودن و خوب بودن و بد بودن و اون آدمان که اونجا به وجود میارن و اون آدمان که تولیدش میکنن. سرزمین همونه، ولی یک سفری خیلی خوشاینده، یک سفری شاید شما بگید کاش اتفاق نمیافتاد این سفر. پس این برمیگرده به اون آدما که چگونه اون سفر و اون دور همی رو رقم بزنن، چگونه اون رو تولید کنن و چگونه اون حس ها رو به همدیگه منتقل کنن که یه سفری بشه بیاد ماندنی و یه سفری مثلا به دل آدم نشید. ببینید نمیشه تفاوت گذاشت بین سن آدم ها یا پیر و جوان بودن. چرا؟ رو تجربه میشه انگشت گذاشت که چه کسی تجربه بیشتری داره و بالاخره باش راحت داری. منتها اولین چیزی که میتونه یه سفر رو خوشایند کنه همدل بودن، اون رفیق بودن است. که من وقتی که میخوام یه کاری انجام بدم یه جوری اون کار رو انجام بدم که به دل همه بشینه، فقط منیت خودم نباشه، نخوام خودم رو ارضا کنم یا با به دل خودم، باید یه جوری اون جمع رعایت بشه. و خب بالاخره اون کسایی که تجربه بیشتری دارن، کسوت بیشتری دارن و رزومه طولانی تری دارن، خب این آزمون و خطا رو طی کردن و یه جورایی رسیدن به یه حدی از خودسازی و تجربه که یه بایدها و نبایدهایی برای خودشون دارن. حالا شاید کسی که تازه وارد این مرحله میشه شاید این باید نبایدها رو نفهمه، درکی ازش نداشته باشه. باید بیاد ببین، حالا بار اول شاید یه همسفر خوب نباشه، بار دوم بهتر میشه و بار سوم شاید این یکی از همسفرهای خیلی خوب آدم باشه، چون یه چیزایی رو تجربه کرد، یه چیزایی رو به دست آورد و داره طبق اونا ادامه میده. یه سفر ما خیلی چیزا هست، یکیش همین همبستگی که این چجوری به وجود میاد. خب ما مثلا همین سفر لوط رو در نظر بگیریم، آدم و کسایی که همراه آدمن هر کدوم یه نیت خاصی دارن. یکی میاد رانندگی بکنه، یکی میاد به قول معروف ماشینش رو محک بزنه، یکی میاد استراحت کنه، یکی میاد ببینه یه جایی رو تجربه کنه و هر کدوم با یه ایده مختلفی اونجا میان و خب تهش اینا جمع میشه. به نظر من اصلا خودم این ایده رو دارم و بقیه دوستانم توصیه میکنم، طبیعت رو به خاطر رانندگی کردن اصلا نره. چون اگر بخواد برید اونجا، حالا با یه الفاظی میگم شاید درست باشه شاید نباشه، یکی شاید بخواد خودشو به رخ بقیه بکشه که من همچین قابلیت های رانندگی دارم. این آدم در وهله اول برای خودش حادثه سازی میکنه. حالا اگر خیلی ماهر باشه و بتونه این قابلیت های خودش رو حفظ کنه، شاید باعث بشه که یه نفر دیگر رو به حادثه برسونه. منی که شیورزی زدن و بلد نیستم و فلانی که از ماشین خودش مطمئنه، از خودش مطمئنه، تجربه رو داره، شیورزی رو میزنه، شاید منم وسوسه بشم این کار رو بخوام انجام بدم و نتونم از پسش بر بیام. خب اینجا یه حادثه میشه و اون شخصی که بلد بوده و این کار رو انجام داده شاید تا آخرم خودش رو سرزنش کنه، بگه چون من این کار رو انجام دادم، این به تابعیت من این کار رو انجام داده و براش حادثه اتفاق افتاد. خب اون آدم یه جورایی همیشه خودش رو سرزنش میکنه. پس وقتی وارد یه جمع میشیم، وارد یه سفر میشیم، باید یه حد اکثرها و حد اقلا یه معدل، یه مینیمومی برای خودمون در نظر بگیریم که این جمع چی رو میپسنده. آیا رانندگی به قول معروف پر دغدغه رو میطلبه، یا من باید آروم رانندگی کنم، باید
خیلی از قابلیت‌های خودم رو چال کنم اینجا، بذارم تو داشبورد ماشینم، استفاده نکنم، چون شاید باعث بشه برای کسی اتفاقی بیفته. خب اینا جمع میشه، سلیقه‌ها جمع میشه، همبستگی‌ها جمع میشه و باعث میشه که یه جمع دلانگیز به قول معروف. حالا سفر رو نه ماشین میتونه برای آدم رقم بزنه، نه اون طبیعت میتونه اون چیزی رو که تو دوست داری رقم بزنه، ولی اون جمع میتونه برات. اون هم سفر مهمه که کی باشه و چجوری اونجا با تو زندگی کنه اون چند روزو، و اون میشه یه خاطره خیلی خوب و بیاد ماندنی که هنوزم که هنوزه ما میگیم کاش مثلا سفر فلان با همون آدم ها دوباره اتفاق بیفته. یا خیلی وقتا سعی میکنیم همون آدم ها رو جمع کنیم و هیچ کسی دیگر رو تو اون جمع راه ندیم، همون آدم ها رو جمع کنیم. حالا شاید اون حس اولیه رو بمونده، ولی همون آدم ها باشیم، دوباره بریم دوره هم باشیم، دوباره اون یه مسیری رو رد کنیم. و اینجاست که میگن سفر خوب و هم سفر خوب برات رقم میزنه. نه کیت آیرونمن میشه، نه بیل خوب میشه، نه وینچ خوب میشه، نه نمیدونم ماشین قوی میشه. همه اینا برمیگرده به اون آدما که میتونن یه میول هم کول کنن، رد کنن، یه پراید هم میتونن رد کنن و برسن به یه جایی. ولی اگر وابسته به نمیدونم چیزای فرعی بشیم شاید جواب نده برامون. پس آدم ها گزینه اولا انتخاب آدم ها و چگونه رفتار کردن آدم ها اون نقطه‌ایه که همه چیز رو دور خودش میچرخه.